I'm going to be showing you how you can get access to all my YouTube secrets, everything I use to get over 100 million views a video. And the answer is my brand new website that I just launched, viewstats.com. سرویس یه سایت زده و به گفته خودش با کمک سایتش میلیون ها بازدید میگیره. اون میگه که با ساختن ویدیو و کمک سایتش شما هم میتونید نتیجه خوبی تو یوتیوب بگیرید. حالا بریم ببینیم که اصلا سایتش چی هست. سرچ میکنید viewstats.com. تو قسمت سرچش کانالتون رو میتونید سرچ کنید. فقط باید توجه داشته باشید که سابسکرایبراتون باید بالای 100 تا باشه. حالا ما برای مثال مسترویس رو سرچ میکنیم. توی قسمت چنلیتیکس شما میتونید اون چنلی که سرچ کردین و آنالیتیکسش رو ببینید. این قسمت هم ویوهای لانگ ویدیو در برابر ویوهای شورت ویدیوه. یکم بالاتر اون ویدیویی که اخیراً گذاشتین رو میتونید ببینید. روی مور ویدیو آنالیتیکس کلیک میکنید، براتون آنالیتیکس دقیق ویدیوتون رو میاره. یه چیزی که برای من خیلی جالب بود این بود که یوتیوب جدیدن یه آپشنی اد کرده و شما میتونید برای یک ویدیوتون 3 تا تامنیل بذارید، هر کدوم که بهتر بود یوتیوب براتون انتخاب میکنه. اینجا هم این آپشن رو براتون گذاشته که شما میتونید ببینید چه تامنیلی عوض شده و کدوم بهترینه. اون بالا قسمت ویدیوز هم همینه. شما میتونید آنالیتیکس همه ویدیوتون رو ببینید، ویدیوهای شورت و ویدیوهای لانگ. تو تب بعدی سیمیلار چنلز، اینجا چنلایی که شبیه چنل شماست رو بهتون نشون میده. یعنی اون ویدیویی که درست کردین و تامنیلش و تایتل ویدیوتون و در کل کانتنتی که درست میکنید و آنالیز میکنه و نسبت به چنل شما چنلایی که شبیه به شما رو بهتون نشون میده. حالا از این داستان چطوری میتونید استفاده کنید؟ میتونید با بعضی از این چنل رو کلاب بدید یا ازشون ایده بگیرید. ViewStats اکستنشن هم داره. شما میتونید اکستنشنش رو نصب کنید و ازش استفاده کنید. حالا اکستنشنش چطوریه؟ اون بالا روی قسمت پرو تولز کلیک میکنید. کلا 3 تا استپ داره. استپ اول میگه که باید اکستنشنش رو اینستال کنید. اد کروم اکستنشن رو میزنید و نصب میکنید. استپ دوم میگه ویدیوتون در مورد چیه؟ گیمینگ، اینترتینمنت، ترول. حالا استپ سوم میگه که چنلتون رو باید لینک کنید. اد چنل رو میزنید و لینکش میکنید. وقتی این کار رو کردید اون بالا قسمت پازل براتون میاره ویو استاتس رو. وقتی که روی ویدیوی خودتون یا هر ویدیویی رفتید سمت راست این ویو استاتس رو میبینید. میتونید ویو رو ببینید، تامنیلایی که عوض شده رو ببینید، کامپیرش رو ببینید و رنکینگش رو. اگه از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و چنل منم ساب کنید و زنگوله رو بزنید.